یه روشی میخوام بهتون یاد بدم تا حجم یه آبجکت رو از 613 مگابایت به کمتر از 1 مگابایت کاهش بدید. یه قسمتی از آبجکت رو انتخاب می‌کنیم و با استفاده از اتچ لیست همه تیکه‌های آبجکت رو به هم اتچ می‌کنیم. بعدش پیوت پوینت رو هر جایی که خواستیم قرار میدیم. من میذارم انتهای گلدون و در نهایت از منوی ویری گزینه ویری مش اکسپورت رو انتخاب می‌کنیم. توی این پنجره اگر خواستیم مسیر ذخیره‌سازی رو تغییر بدیم، اینجا گزینه دوم رو انتخاب می‌کنیم و تیک اتوماتیک رو هم فعال کنید. هیچ تغییر دیگه نیازی نیست. اوکی رو کلیک می‌کنم و تمام. آبجکتمون از 3,170,000 پلیگان رسید به 9,000 پلیگان، یعنی حدود 3,160,000 پلیگان کمتر. نگران حالت نمایشی آبجکت هم نباشین، توی رندر هیچ تأثیری نداره و این حالت نمایش فقط برای سبک شدن صحنه است. آبجکت رو انتخاب میکنم، از مودیفای بخش پروکسی پارامز نوع نمایش رو اینجا تغییر میدیم که تو تعداد پلیگان ها تاثیر داره ولی تو رندر هیچ تأثیری نداره. فایل رو ذخیره میکنم تا حجمشون رو مقایسه کنیم. قبل از پروکسی 613 مگابایت و بعد از پروکسی 799 کیلوبایت، یعنی کمتر از 1 مگابایت. این پست رو حتما سیو کن. امیدوارم که برات مفید بوده باشه. لایک و سیو و شیر یادتون نره.